ای بندگان الله، ای کسایی که ادعای محبت پیغمبر را میکنید، اول شما را به این متوجه میکنید که اول خودتان نمیالید، یک لحظه متوجه شوید که چقدر محبت رسول الله در قلبتان جوش میزنه. محبت ما به اندازه محبت صحابه در 100 درجهش میرسه. ابن عمر خوش شده نمیتونیم، یا خود سنت های تعبدی را بگذار، سنت های عادی سفر شب ابن عمر را درک نمیکرد. در سفر حج روان است، در جایی که میرسید که رسول الله اونجا روی مبارک در بیداد اونجا میرسید، باز میگفت اینجا محبوب من رسول الله روی این طرف داد، سخن میگفت ما امروز سلفیستیم، سنت را در باد هوا دادیم، دارای سلفیت میکنیم، گناه نداره، پروا نداره، از مسجد میبراییم، 20 رکعت پوره نمیکنیم، چرا بدعت است؟ تو نیاز نداری، در صورتی که قرائت خوب میشه، قرآنی خوب خوانده میشه، چی ضرورت است؟ خدا محبت پیغمبر در قلب ماست، ما اول امیر در قلب خود ببینیم و بعد از اون حدیث ابی هریره شاگرد ملازم رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانم که رسول الله فرموده من قام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان قایم کرد نماز تراویح خواند. من صام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان روزه گرفت. من قام لیلة القدر ایمان و احتسابا، کسی که شب قدر قایم کرد. خواهر سه گپ، روزه، نمازهای شب، احیای زنده کردن لیلة القدر. خب من میگم که سخن رسول الله قدر وقت پیدا میکنه که دو کلمه را قدش بفهمیم، ایمان و احتسابا، که من عقیده داشته باشم، باور داشته باشم سخن رسول الله است، سخن پیغمبر است، سخن کسی است که از نقص و کمال بسیار پیش است برای من، سخن پدر معنوی هم است، سخن شخصیتی است که بدون موقف و نقشه ازی راه نجات ندارم، بدون تابعداری ازی راه رسیدن به الله ندارم، سخن شخصیتی است که بدون شفاعت ازی من هیچ راه خلاصی ندارم، سخن شخصیتی است که الله برام انتخاب کرد امام، سخن شخصیتی است بالمؤمنین رؤوف رحیم حریص علیکم. الله اکبر.